خودت چی را گرفتی؟ بچه من هیچ وقت نان خوردن نداشتم، من یک اولاد غریب هستم، من از گوسفندچرانی تا اینجا رسیدم. تو را بچه از دستت میگیرم میگم از این کده پیش برو. یک گپ از این مردم نیست میگه تو خودت چی کردی؟ من یک اولاد مامور هستم، اولاد غریب هستم، با فقر کلان شدیم، تا 19 خانه کرایی هستم، من گوسفند چراندیم اینجا رسیدیم. مرا کس کدام مکتب خوب ثبت نام نکرده که من بسیار درس برم بوده باشه. یک روز زندگیم تابل نشده به فکر آرام تنها درس خوانده باشم، کلش کار کردیم. وقتی در مکتب بودم کار گوسفندی، کار دیقانی، گندم دروی، کسایی که از قریم است مرا میشناسن. با یک فقر کلان شدیم، یک بز نگاه میکردیم که شیر از او زندگی را پیش میبردیم. ما از او تو حالت را اینجا آمدیم و از او که کلانتر شدیم، برای فامیل نان پیدا کردیم، کار کردیم. صنفی های ما که فاکولته میرفتیم، بعد از فاکولته از طب چپنکا را مینداختن، پانتون کابل تیم دادن میامدن که مردم دکتر صاحب بگه مواجل دویده کورس طلوع میامدن، درس شروع میکردم که لقمه نان شود. من چی کنم باید دیگه؟ پیش من سرمایه بوده، وزارت خانه بوده، سیاست بوده، چی بوده که من برای تو بکنم؟ چی بکنم باید؟ درس از برای داده رئیس مینمیر جمعی به نظر تو آدمگری نیست که میکنم؟ این روزایی که میرم کل پیش تو هستم، تفریح نمیرم دیگه. خواهی که کار میتونه از دست یک اولاد غریب دیگه چی نه برای تو؟ خود تو را میگم بکن، بله ما نتونستیم. میگی تو چی تونستی؟ میگی چی نتونستم؟ این خرابترین آدم افغانستان اما من میگم که عزیز دل من ما نتونستیم، تو بکن. تو وقت ضایع نکن. من میگم دیگه اینا قرار نمیگیتا. من باید چی کنم؟ امیال خود 10 نفر که مصروف بس یک لقمه نان جور میشه، بر تو درس در خانه‌ت میرسه، بر اولاد میرسه. از درس که چیز مهم مگر است؟ بدنهای خود میکنم. امیال اینا نام گرفته میگم تلویزیون طلوع چند میلیون دلار از کدام موسا گرفته، اونو در صنف ما اشتکار جمع کرده. این چی شد؟ آن مالیکول شد، این مالیکول شد، آن مالیکول شد. ما بدنهای خود کل درس‌ها را بر تو ثبت کردیم. یک افغانی از کدام موسا نگرفتیم. تو چرا این سوال برات پیدا نمیشه که چرا موساد استاد کمک نمیکنه؟ تو هم دشمنم هستی، موسا هم دشمنم از اون کشوری که مرا نوکرش میگو خب دستش برات مرا پست میکنه زنده. نام چند نفر افغان در لیست معارف دوستا در جایزه در اروپا بطرش های نام ما بود. امی سوال پیدا نشدم. نام جمشید هم خیرت می آخر لیست کو میگرفتین. هیچ بر معارف کار نکرده. این گله نمیکنم، سوال میکنم آیا نام مام قرار نبود در مثلا 5-6 را یا 3-4 نفر گرفتن که برای معارف خدمت کرده؟ اروپا چی داد؟ جایزه برشان داد. آیا نام ما باید می بود نمی معلم شایسته انتخاب شد، نام ما می بود یا نمی بود؟ من ایره نمیگم به خدا که از دشمنی ندارم، والله از روی سعادت باش. چند وقتی پیش مثلا استاد عزیز رویش مکتب معرفت بود، کدام موسام برش کمک میکرد و یک خانم بود برش آمد تالار هم ساخت، دلارها رو میگرفت، استاد نخبه او انتخاب میشد. آیا نام من قرار بود در لیستم یک جوش می بود یا نمی بود؟ این سوال بر تو پیدا نمیشه عزیز دل من باید چی کنیم؟ یک اولاد غریب این همه میتونه عزیز دل من میگه تو خودت چی کردی؟ هیچی نکردم، بر تو زار میکنم ما نتونستیم. آیا قرار است همین بدبختی ادامه پیدا کنه؟ میگیم تو بخی جوان عزیزم، من هیچی نتونستم ولی یک چیز فهمیدیم که اگه وقتم در تلویزیون ضایع نمیشد، در بازی های ناق ضایع نمیشد، یک چیزی میتونستیم. بگی تو بکن تو چی کردی؟ یعنی من بچه کرزه هستیم، میرویز کرزه میلیون ها دلار از پدرم شهرکا و اینا برام مانده که من به این مردم چیز نکردم. و پدرم مامور دولت از کشور بود، یک خانه نداشت. کل عمر من در یک مکتب 2 سال درس خوانده نتونستم. در کوچکشی بودیم. این طفلکه که برش حتما صحبت خواد کردم در این موتر بسته کردن از پاکستان میاد. اشکای من سر کرد، کودکی خودم یادم آمد که من 2 سال در یک مکتب نبودم. هر مکتب تبدیل میشدیم، دلم پشت رفیقایم میماند. مرا میگن در کدام مکتب درس خوندیم؟ بعد از عبدالاحمد جاوید شروع کردیم که رفتیم لیزی قلچاق، که رفتیم لیزی زید الناصری، که رفتیم لیزی غلام حیدرخان. من هیچ معلوم نیست چون خانه کرایی بوده. 4 روز کتی آشنا میشی، اینجا را کوچ میکنی، داغ از او علاق از دل ما بره. تو چی میگه تو چی کردی؟ میلیون دلار این ملت پیش من هست که من چیز نکردم. چرا چیز نمیگم که خیر.